سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. من منصور وفایی هستم. اومدیم با آموزش این پترن جذاب روی روبیک 4x4. اگر از این آموزش خوشتون اومد میتونین پیج یوتیوب منو با آدرس منصور وفایی روبیک دنبال کنین. بریم سراغ آموزش. خب اول از همه ما باید یک پترنی هستش که اینطوری میکنیم همه سطحاشونو اینطوری به این شکل. اینا رو همشونو این سطحی میکنیم با یک فرمول U2 D'2 R2 L'2. حالا صفحه رو جابجا میکنیم U2 D'2. خب الان این شکلی شده روبیک ما. خب الان ما میخوایم اینا رو فقط همین مرکز داشته باشه. خب یه دونه یک فرمول داشتیم داخل 4x4 برای ارور آخرش جای این مهره رو با این مهره عوض میکرد. حالا ما این فرمول رو میزنیم RW2 R'2 U2 RW2 R'2 UW2 RW2 R'2 UW2 U2. خب الان یک خط اینجا برامون درست شدش. حالا این روبیک رو برعکس میکنیم میاریم رو به این طرف. خب حالا این فرمول رو یک بار دیگه رو اینجا میزنیم RW2 R'2 U2 RW2 R'2 UW2 RW2 R'2 UW2 U2. خب الان اینطوری شدش روبیک ما. خب حالا صفحه رو این پشتش هم اینطوری شده، این مرکز آبی هم اینطوری شده. حالا میاریم صفحه‌مون رو قرمز یا نارنجی. من قرمز رو انتخاب میکنم. یه بار دیگه میریم RW2. حالا اینا همین کارو میکنیم روشا RW2 R'2 U2 RW2 R'2 UW2 RW2 R'2 UW2 U2. یک بار دیگه حالا این میاریم رو اینجا. یه بار دیگه RW2 R'2 U2 RW2 R'2 UW2 RW2 R'2 UW2 U2. خب حالا همه این سطح هامون این شکلی شدن. حالا یک U2 میزنیم رو هر سطحی دلمون خواست. یک D'2 میزنیم و به این شکل این پترن بسیار زیبا و جذاب روی این روبیک ایجاد میشه. اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما کانال من رو دنبال کنید. امیدوارم از آموزشم خوشتون اومده باشه.